5 تا سبک برای درآمد از حوزه گرافیک. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیرسی هستم و امروز میخوام بهتون 5 تا سبک توی رشته گرافیک بگم که میتونید باش درآمد داشته باشین. توی این ویدیو میخوام به تقاضا، سودمند بودن و سختی هر کدام از این سبک‌ها یه نمره‌ای بدم. پس آخر این ویدیو رو ببینید تا بتونید بهتر تصمیم بگیرید که توی کدوم یکی از این سبک‌ها میخواین کار بکنید یا اطلاعات بیشتری در مورد رشته گرافیک به دست بیارید. پس این ویدیو رو لایک کنین که بریم سراغ مورد اول. راستی اینم بگم که 2 تا مورد آخر از نظر شخصی خودم موردایی هستن که میتونید درآمد خیلی خوبی ازشون به دست بیارین، به خاطر اینکه یه مقدار کار تخصصی تر هست و هنوز اونقدر زیاد کسی سمت این کارا نرفته و خب فرصت خیلی خوبی میتونه براتون باشه. مورد اول لوگو دیزاین. هر کسی که به برندش یه ذره اهمیت بده میفهمه که باید یه لوگوی خوب داشته باشه. لوگو نشون دهنده شخصیت برندتونه و کل برندتون میتونه توی یه دونه لوگو خلاصه بشه اگر که طراح لوگو کارشو بلد باشه. خیلی مهمه که کسب و کارتون یه لوگوی خوب داشته باشه که هر جایی هر کسی این لوگو رو دید بفهمه برای شما هست و گمنام نباشید. حالا شما میتونین یه طراح لوگو باشید. این همه آنلاین شاپ داخل فضای مجازی هست، این همه مغازه هست. هر کسب و کاری دارم میگم دیگه، هر کسب و کاری میتونه نیاز داشته باشه به یه دونه لوگوی خیلی خوب. فقط باید نمونه کارهای خوب داشته باشین، آموزش خوب ببینید، دانش اینو داشته باشین که برای هر کسب و کاری چه جور لوگویی طراحی بکنید، رنگا رو چجوری با هم دیگه ترکیب بکنین، هر رنگی نمایانگر چه چیزیه، مثلا دایره نمایانگر چه جور احساساتیه و یه همچین چیزایی. فوق العاده طراحی لوگو میتونه یک سبک خوب و پولساز باشه برای شما و میگم دیگه هر کسی میتونه نیاز داشته باشه به یه دونه لوگو. از لحاظ تقاضا من به این طراحی لوگو واقعا 10 از 10 میدم، چون گفتم همین الان هر کسی میتونه نیاز داشته باشه به یه دونه لوگو. از لحاظ درآمد و سودمند بودنش میتونم بهش نمره 8 و 9 خیلی راحت بدم. از لحاظ سخت بودن، ببینید حالا من سختی رو میخوام اینجوری تعریف کنم که اون سیستم مورد نیازی که شما میخواید برای طراحی یه لوگو یا مثلا ابزار و وسایل و هزینه ها و اینجور چیزا رو میگم سختی، نه حالا خود کار و اجرای کار. از نظر سخت بودن میتونم بهش نمره 5 رو بدم، چون واقعا کار سختی نیست. شما با یه لپتاپ خیلی ساده میتونید شروع کنید طراحی لوگو رو، اونقدر سیستم خاصی نمیخواد و اصلا درگیر نمیکنه واقعا سیستم رو به اون صورت. حقیقتا کار اونقدر سختی هم نیست از لحاظ اجرایی. اون ایده خیلی مهمه، اون مغز طراح لوگو خیلی مهمه که چجوری لوگو رو درست بکنه. مورد دوم که یه چیزیه که خیلی باحال، کمترم احتمالاً شنیده باشینش، طراحی فونته. شما میتونید که بیاین فونت طراحی بکنید و کلا مثلا یه حروف الفبای جدیدی رو اختراع بکنید و مثلا میتونید توی سایت‌هایی مثل ایران فونت به فروش بذاریدش و بفروشیدش، یا اینکه برای مغازه ها، برندها، مثلا چنل های یوتیوب، پیجای اینستاگرامی که حاضرن خرج بکنن برای اینکه محتواشون انقدر خاص و یونیک باشه که یه فونت مخصوص خودشونو داشته باشن، این کار رو انجام بدین. به نظرم خیلی کار باحالیه، خیلی خلاقیت میتونین توش به خرج بدین و واقعا باحاله. از لحاظ تقاضا من بهش 5 میدم، چون که خب خودتون تا همین الان چند جا شنیدید که مثلا یه نفر فونت بخواد برای پیجش یا چنلش؟ خیلی نشنیدین، منم خیلی نشیدم. به نظر من 5 نمره اوکیه. از لحاظ سختی دقیقاً مثل طراحی لوگو هست که واقعا سختی خاصی نداره و فقط همون برمیگرده به اون مغز طراح فونت و اجرا کردنش توی فتوشاپ و ایلستریتور هست. خیلی سیستم خاصی نمیخواد، بازم بهش 5 میدم. و از لحاظ سودمندی به نظرم کسی که بخواد پول بده برای همچین چیزی پول خوبی میده و ارزش کارو میدونه و راحت بهش 7 و 8 میدم. مورد سوم کاریه که خودم فعالیتمو توی حوزه گرافیک باهاش شروع کردم، یعنی تدوین. همه پیج اومده داخل اینستاگرام، این همه چنل اومده داخل یوتیوب و کلی چیز دیگه، مثلا فیلم‌های سینمایی، نمیدونم تیزرهای تبلیغاتی،
خیلی خیلی موردها هستن که ویدیو میگیرن و این ویدیو نیاز به اصلاح داره. مثلا یه جاهایی طرف توپق زده، نمیدونم میخوان زیرنویس اضافه بشه، یه سری افکتایی رو میخوان اضافه بکنن. همه اینا بچه‌ها میشه تدوین. نمونه کارهای منو قطعا دیدین داخل، حالا هم پیج اینستاگرامم گذاشتم، همین که یه سریاشو ویدیو یوتیوب کردم گذاشتم براتون. این کار تدوین میشه. بیشتر از این توضیح به ذهنم نمیرسه که بدم در مورد کار تدوین، ولی از لحاظ تقاضا میتونم قشنگ بهش نمره 10 رو بدم، چون این همه پیج و چنل یوتیوب و فیلم های سینمایی و تیزرهای تبلیغاتی و اینا همشون نیاز به یک ادیتور دارن. از لحاظ سختی یه مقدار سخته که یه سیستم مناسب تدوین جمع بکنین و خب یه مقدار ممکنه نرم افزار پریمیر اذیت بکنه اگر فیلم‌های سنگینی بندازین داخلش و خب خیلی با یه لپتاپ ساده ارزون قیمت نمیتونید شروع کنید. میتونید شروع کنید و یاد بگیرید، ولی نمیتونید پروژه های سنگین برای کارفرماهاتون بزنید. در حد پروژه های خیلی مبتدی که خب خیلی رقم زیادی هم نمیتونید بگیرید برای پروژه های مبتدی. به سختی این کار نمره 7 رو میدم و از لحاظ اجرایی هم خب یه کمی بیشتر یعنی بیشتر ممکنه طول نکشه، ولی یه کمی سخت‌تر، دقت بیشتری میخواد. بالاخره ویدیوه نه عکس و طراحی مثلا لوگو یا فونت. به نظر من، نظر شخصی خودمه. از لحاظ درآمد و سودمندیش هم من میتونم بهتون بگم که 7 تا 8 رو راحت میتونم بدم به این کار. البته خیلی بستگی داره به اینکه چقدر نمونه کارهای خوبی میزنید، چقدر به موقع کارو میرسونین و چقدر قابل اعتماد میتونید باشین برای کارفرماتون. ولی خب درآمد خوبی میتونید داشته باشید، خیلی خوب میتونید داشته باشید از تدوین. حالا میرسیم به اون 2 تا موردی که بهتون گفتم که میتونه براتون فرصت خیلی خوبی باشه، چون که هنوز خیلی آدمای زیادی سراغ این 2 تا کار نرفتن و اونقدر آدمای خیلی حرفه‌ای توی ایران البته وجود ندارن توی این کار، به نظر من تا جایی که من دارم میبینم توی فضاهای مجازی. که یکی از این 2 تا مورد انیمیشن‌های 2 بعدی با کیفیت منظور منه. میدونم حالا یه سری‌ها هستن حرفه‌ای داخل ایران هم دارن کار میکنن، ولی خیلی تعدادشون زیاد نیست نسبت به حالا کسایی که طراح لوگوی خیلی حرفه‌ای هستن، تدوینگر خیلی حرفه‌ای هستن و اینجور چیزا. انیمیشن 2 بعدی اون چیزیه که من به عنوان یه ادیتور و تدوینگر لازم دونستم که برم یادش بگیرم که یه ادیتور ساده نباشم و بتونم توی تدوینا و ادیتایی که میزنم یه ذره انیمیشن هم کار بکنم که ادیتمو از ادیت بقیه جدا بکنم. مثلا انیمیشن 2 بعدیای مینیمالی که برای رزامی ساختم که ویدیوهاش داخل چنلم هست، میتونید برید ببینید، یه ذره اونجا آموزش‌هاشو هم بهتون دادم که یکی از راحت ترین کارهایی که میتونید با دانش انیمیشن انجام بدید. به نظر من اونقدر سخت نیست، فقط کافیه که مثلا یه ذره کار با پوزیشن و روتیشن و اینجور چیزا رو بلد باشید و یه سری حالا افکتایی که من داخل ویدیوها گفتم میتونید برید ببینید. یا میتونید که انیمیشن های تبلیغاتی درست کنین. یکی از این کارا رو ما انجام دادیم، من و یکی از بچه‌هایی که خیلی حرفه‌ای انیمیشن کار میکرد. یه تیزر تبلیغاتی 3-4 دقیقه‌ای بود برای شرکت دراژه، برای محصول جدیدشون که بادام زمینی روکشدار بود. این انیمیشن رو ما 2 نفره انجام دادیم. اون صحنه هایی که کاراکتر داشت و باید کاراکتر حرکت میکرد و اینا خب خیلی سخت‌تر بود. احمد شیخزاده، حالا پیج اینستاگرامش هم براتون میذارم، اون انجام داد. و صحنه هایی که کاراکتر نداشت و موشن های اونجوری داشت، مثلا خود بسته بادام زمینیه بود، من انجام دادم. حالا براتون تصویراش رو میذارم. در کل از لحاظ تقاضا من میتونم نمره 7 یا 6 رو بهش بدم، چون یه کار خیلی حرفه‌ای هست و یه مقدار زمان میبره. به نظرم یه کمی تقاضاش پایین تر هست، ولی خب همین جوری داره سطح توقع بازار از یه ویدیو میاد بالاتر و به نظر من هر کسی که تدوین کار میکنه باید الان یه مقدار موشن هم بلد باشه. از لحاظ سختی حداقل یه سیستمی که برای تدوین خوب باشه رو هم میخوان، یکم به نظرم سیستم بیشتری هم میخواین و واقعا کار سختی از لحاظ اجرا، تایمینگا، کی فریما. حالا به کی فریما باید ایز بدید، حالا توی اون اسپید گراف یا ولیو گراف اینا رو درستش بکنید و اینجور چیزا رو داره.
به نظر من از لحاظ اجرایی و هم ایده میخواد، هم اجرا میخواد و هم سیستم خیلی خوبی میخواد. خیلی خوب. حالا سیستم یه مقدار باید خرج بکنید دیگه، وگرنه خب حالا سیستم خدا هم نمیخواد. 9 رو بهش میدم از 10. و از لحاظ سودمندی همونقدر که سخته همونقدر هم میتونید پول خوب بگیرید، اونم بهش 9 میدم. از تدوین خیلی بیشتر میتونید بگیرید. و میرسیم به مورد آخر و پنجم که من خیلی این کار رو دوست دارم. خیلی افراد کمی بلدن انجامش بدن و واقعا کار خفنیه که اونم چیزی نیست جز 3D دیزاین، طراحی‌های 3 بعدی، ساخت VFX، جلوه های ویژه 3 بعدی که کم کم داریم میبینیم ما اینا رو داخل اینستاگرام. تبلیغات اینجوری احتمالاً دیدین، تبلیغات CGI رو دیدین. یه کاریه که من واقعا دوستش دارم. اگر آدمی هستین که اون حس خلق کردن داخلتون خیلی زیاده، خب ببینید مثلا من یه ادیتور هستم، ویدیو رو برام میفرستن، دستم بسته هست کاملا نسبت به اون ویدیویی که برام میفرستن من میتونم ادیت بزنم و اگر ویدیوی خیلی خوبی نباشه من خیلی ادیت خوبی نمیتونم روش بزنم. ولی وقتی که شما 3D دیزاینر هستین و انیمیشن کار هستین، همه چیز دست خودتونه، چیزایی که میسازید کاملا دست خودتونه. حالا انیمیشن شما میتونید یه سری کاراکتر رو مثلا اشیا و اینجور چیزا بسازید که اون دست خودتونه. داخل بخش حالا 3D و 3D دیزاین شما از مثلا جنس متریال اون چیزی که دارید میسازین تا نور پردازی همه چیز دست خودتونه. خیلی حس خوبی میده بهتون این کار اگر که اون حس خلق کردن رو داشته باشین، همه چیزو بخواید خودتون از 0 تا 100 خلق بکنین. واقعا خفنه ولی خب واقعا هم کار سختیه. من یه مدت رفتم سمتش، یه سری کارهایی رو هم انجام دادم، یه سری پروژه هایی رو هم خروجی گرفتم، پروژه هایی که برای دل خودم زده باشم و نه اینکه کارفرما. ولی واقعا کار سختیه، خیلی تایم میخواد که یاد بگیرید. یه ذره آموزشاش واقعا خسته کننده هست و آره یه کمی اذیت میشید تا یاد بگیرید. از لحاظ تقاضا هنوز اونقدر زیاد نیست تقاضاش داخل ایران، ولی به نظر من آینده خیلی خوبی داره. در این لحظه بهش 5 میدم. از لحاظ سختی سیستم خیلی قوی میخواین، واقعا سیستم قوی میخواین برای خروجی گرفتن و نور پردازی و اینا، بالاخره الکی نیست. واقعا سیستم قوی میخواین، گرافیک خوبی باید داشته باشین و یکی دو تا کاری که من همینجوری تمرین خروجی گرفتم شاید مثلا بگم 5-6 ساعت خروجیش طول کشید. پس خرجتون زیاد میشه، یه مقدار زیادی خرجتون زیاد میشه. از لحاظ سختی واقعا ازش بهش 10 از 10 میدم. از لحاظ اجرا هم واقعا کار اونقدر آسونی نیست و از لحاظ سودمندی همونقدر که سخته خب همونقدر هم میتونید پول زیادی بگیرید، چون تقاضاش هم پایینه و هر کسی سمت این کار نمیاد. اونایی که میان سمت این کار سفارش بهتون بدن میدونن که چقدر کار سختیه و پول خوبی بهتون بدن، چون واقعا کار آسونی نیست. و از لحاظ درآمد میتونم بهش 10 از 10 بدم. این ویدیو بالاخره تموم شد. یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید. میتونید به اینستاگرام های من سر بزنید اگر دلتون خواست. پیج آموزشی که دیگه مدت خیلی زیادی توش آموزش نمیدم و پیج کاریم هست. هر سوالی که دارید داخل کامنت ها از من بپرسید، یا در موردش ویدیو درست میکنم یا داخل همون کامنت بهتون جواب میدم. دم همتون گرم. فعلا.